رفیقی داشتم تو دوران توپ پلاستیکی توپ چلتیکه داشت. وقتی می‌خواستیم فوتبال بازی کنیم میگفت به شرطی توپ چلتیکمو میارم که من کاپیتان باشم. فوتبالش نابود، آدم چاق و بدفرمی بود. واسه بازی یار انتخاب میکرد. یار که چه عرض کنم، دوستاشو انتخاب میکرد. تو 5 دقیقه انقدر گل می‌خوردم که توپشو برمی‌داشت و قهر می‌کرد و میرفت. ما هم عشق توپ چلتیکه. کار ما به جایی رسیده بود که برای بازی کردن با توپ چلتیکه گل نمیزدیم. دروازه خالی رو میزدیم تو در و دیوار که صاحب توپ چلتیکه قهر نکنه. اون رفیق ما بعد یه مدت باورش شده بود که فوتبالش خوبه، که ما نمیتونیم بهش گل بزنیم. دیگه کم کم ما هم گل زدن یادمون رفته بود. به خاطر توپ چلتیکه ضعیف بودن انتخاب کرده بودیم و رقیب رو قوی نشون میدادیم. همین مثال تو زندگیامون هم هست. برای علاقه یا شاید منفعت چه جاهایی جلوی چه کسایی خودمون ضعیف نشون دادیم و توهم قوی بودن رو به دیگران دادیم. میخوام بهت بگم با همون توپ پلاستیکیت بازی کن، ولی هیچ وقت جلوی کسی ضعف نشون نده، چون توهم قوی بودن بهشون دست میده. چون گل زدن رو قوی بودن رو فراموش میکنی. قوی باش رفیق من، ضعیفا له میشن.